به هر حال شمس در 645 دیگه دیده نشد و مولانا تا آخر عمر کسی جرئت نکرد بهش بگه شمس مرده و قبول نمیکرد که شمس مرده. گفت این نابینایی بر بام رفته میگه خورشید مرد. مگه خورشید میشه بمیره؟ تو نمیبینیش. و از هر کم از هر کجا که میرسید میپرسید که شمس رو ندیدید؟ خب اینا میگفتن نه. یکی یک بار گفت که چرا من دیدم این شمس رو. مولانا جبهش رو در آورد و مژدگانی داد بهش. بعد که طرف رفت مریدان گفتن که یا خداوند، حضرت خداوندگار بهش میگفتن، حضرت خداوندگاری دروغ گفت. شما چطور متوجه نشید؟ گفت فهمیدم دروغ. مژدگانی رو برای دروغش گفتم. اگر راست میگفت جان میدادم. یعنی مولانا نمیخواست اصلا بپذیره که شمس مرده.